سلام بچه‌ها، با انواع کسری آشنایی داریم. کسری منطقه عملیاتی، کسری آب و هوایی، بدی آب و هوایی، کسری مناطق مرزی، مناطق محروم. ما 5 نوع کسری داریم توی خدمت. خیلی راحت میتونیم بگیریم. توی این پست بهش میپردازیم و در موردش صحبت می‌کنیم. پس با من همراه باشید تا در مورد انواع کسری تو خدمتتون صحبت کنم. کسری‌های بدون داشتن ایثارگری و بسیج و اینا، فعالیت‌های داوطلبانه قبل از خدمت، کسری‌هایی که تو در شرایط خدمت بهت میدن، این شرایط خدمت چون خراب بهت میدن، تو این روز کامل بهش میپردازیم. بسیار عالی بچه‌ها، ما 5 نوع کسری داریم. یعنی وقتی میری خدمت، رسته‌ای که میفتی 5 نوع کسری ممکنه شامل حالت بشه. مثلا من اولش میگم کسری مناطق مرزی. نوع دوم کسری مناطق امنیتی، کسری مناطق آب و هوایی، کسری مناطق عملیاتی، کسری مناطق محروم. یعنی نگاه کنید، هم مناطق محروم، هم عملیاتی، هم آب و هوایی، هم امنیتی و هم مرزی جزء کسری که بهتون میگم. حالا از اول شروع میکنم بهتون میگم. کسری مناطق مرزی چیه؟ مناطق مرزی کشور خدمت میکنید. تو هر مرزی روشی کسری بهت میدن. حالا اگر زمان 24 ماه خدمت بود، 18 ماه 17 ماه خدمت کردیم، 17 ماه خدمت شامل حالمون شد. من تو سیستان بلوچستان بودم و چند نوع کسری میخورد، ولی کلا یه نوع کسری ما میخورد. کسری مناطق محروم به اضافه کسری مناطق مرزی. این دوتاش یکی بود، یعنی دو تا 5 ماه به ما نمیداد، یه 7 ماه خود نظام به کسری میده. خب حالا مناطق مرزی که میدونید دیگه، هر مرزی میفتی کسری میده. الان هم اگر خدمت 24 ماه که هستش، یا 17 ماه یا 18 ماه کسری خدمت کل میشه. 17 ماه یا 18 ماه، یعنی 4 ماه اونجا، 3 ماه اینجا، 7 ماه، 6 یا 7 ماه به کسری میده خود نظام، به خاطر اینکه شرایط مرزی رو خدمت میده. این نوع اول کسری که بهت میده راحت. یه سوالی این هست، حالا آخر اینو آخر میگم. کسری مناطق امنیتی. مناطق امنیتی مناطقی هستند که توی 50-60 سال آخر یا 100 سال آخر یا عصر معاصر جنگی شده، مناطق حساس هستند، مثل اروند، مثل خوزستان، مثل مناطق مرزی که جدل بین حالا رودیه، نمیدونم تالابیه، دریاچه، هر چی هست، یا جنگی رخ داده. ما تو خوزستان جنگ رخ داده، شهرهای مرزیش کلا جزو مناطق عملیاتی گفتم دیگه، مناطق عملیاتی، امنیتی گفتم دیگه، جزء کسر خدمت مناطق عملیاتیه. اندیمشق، نمیدونم شوش، سرپرزها، کل اون مناطق که تو جنگ درگیر بودن شده جزء مناطق عملیاتیه، جزء کسری مناطق عملیاتی محسوب میشه. یعنی عملیات بوده اونجا، جنگ بوده، میدونیم بوده، فلان بوده، جزء مناطق حساس حساب میشه. و بعضی قسمت‌های دیگه که شده آذربایجان غربی، مثلا رود ارس یا بانه توی کردستان، یا قسمت‌های دیگه، قسمت‌های حساس به علاوه قسمتی که تو 100 سال آخر جنگ رخ داده. خب این جزء مناطق عملیاتی که بهتون کسری میدن، همون مقدار که تو مناطق محروم بهتون میدن، یا 6 ماه یا 7 ماه. حالا جدیدن میگن 3 ماه، زیاد قطعی نیستش، ولی اگر 24 ماه خدمت باشه، همون 17 یا 18 ماه خدمت میکنیم. حالا یه من شنیدم چند تا سایت نگاه کردم دیدم زحمت این از پلیس بلد دقیق شده بودن چقدر کسر خدمت میکنن برای من. معمولا کمتر از 20 ماه خدمت میکنیم، معمولا. حالا قطعا کمتر از 20 ماه خدمت میکنیم. کسر خدمت مناطق بد آب و هوا، یعنی جای جنوب کشوری، بندرعباسی، جنوب سیستان بلوچستان، جکیگوی، فلان اینوری، یا مناطق مثلا خود خوزستان، بوشهر، جایی که آب و هوا خیلی شخمیه، یا مناطق شمال کشور که خیلی تو زمستون بده. البته شمال کشور که من فکر نکنم جایی باشه، ندیدم توی لیستی که شهر مثلا گفته باشه. و اینم بگم لیست های شهر بد آب و هوا اصلا منتشر نمیشه به دلایل امنیتی. اصلا نمیگن که اینجا مثلا کسی داره که ملت در اونجا خودشون خدمت بندازن، بعد خدمت کنن و حالا ماجراهای دیگه برام اینو نمیگن. ولی وقتی میگفتی تو رصد میگن آقا تو اینجا داری خدمت میکنی، اینقدر کسی شامل حالت میشه، توی آموزش ببینید. مطلب بعدی مناطق کسر خدمت مناطق عملیاتی که من گفتم، کسر خدمت مناطق امنیتی. کسر خدمت مناطق امنیتی با عملیاتی که مشابه همین، یعنی امنیت جایی که بازم میگم یک قسمت مرزی حساس، امنیت باید برقرار بشه، یا قسمت‌های مختلف حساس داخل کشور، مثلا تو پایتخت هم باشه، شاید تو اصفهان باشه، مشهد باشه، مناطق امنیتی. حالا اینا بهتون توضیحتون میدم، توی آموزش تقسیم شدیم میگن آقا تو مناطق امنیتی فلان و کسر اینقدر خدمت میکنید. کسر خدمت مناطق محروم، سیستان بلوچستان، بوشهر، خوزستان، ایلام، کرمانشاه، یه قسمت‌های از کرمان، یه قسمت‌هایی از خراسان شمالی، یه قسمت‌هایی از آذربایجان غربی و استان‌های معمولا جنوب کشورمون جزو استان‌های محروم حساب میشن.
حالا محروم هم نمیذاریم که بعد آب و هوا حساب میشه. حالا بعد آب و هوا نه، اون یکی چی گفتم، مناطق مرزی هم حساب میشه. خب استان‌های جنوبی کشورمون از سیستان بگیر تا خوزستان این شرایط رو داریم که کسری خدمت بهتون میخوره، از آب و هوا تا عملیاتی مرزی امنیتی بهتون میخوره و کسری خدمت شما حالتون میشه. حالا بعضی بسیج هم دارن، ایثارگری میکنن، جانبازی میکنن، اونم مازاد میشه تو این کسری. یعنی خود من بسیج داشتم 5 ماه، پدرم 2 ماه جبهه، شد 7 جمع. 7 ماه خود نظام داره، 14 ماه. بعد این مسئله ای هست چون مناطق عملیاتی محروم مرزی گروهایی که گفتم خودش کسری بهتون میده، از کسری که مازاد میاریم مثل ایثارگری مثل بسیج از هر یک ماه 7 روز زمان ما کم کرد. حالا الان یا همون 7 روزه یا بیشتر شده، مثلا از هر ماه 10 روز یا از هر ماه 5 روز کم میکنن. اینو خود یگان بهتون میگه، یعنی اونو حذفش نمیکنن، یه مقداری کم میکنن، میگن خب این کسری بهت داره نظام دیگه، این کسری رو میتونی اضافهش کنی ولی یه مقدار من سطحش میذارم، یعنی جزء قانونه نیروی انسانی چی منابع انسانیشون میتونی بپرسی. همون هفته اول که رفتم توی رسته توی یگان مدارک کسیام جور کردم فرستادم که از اون نامه بزنن که میزان کسیام بیارم براشون. یعنی پرسیدم گفت اینقدر کم میشه که خود تو ذوقم ولی بیخیال 12 ماه خدمت تمام کردم خدا رو شکر. بعد همین رو خواستم بگم، یعنی بعضی فکر می‌کنن که بسیج این سالگیشون حساب نمیشه ولی حساب میشه، یه مقداری کم میکنن. توی سایت‌ها اینو ذکر نکرده، توی یگان برید حتما بهتون میگم، مگر اینکه قانون عوض شده باشه در بدترین شرایطش من گفتم بهتون از هر ماه 7 روز یا 10 روز کم میکنن. بعد به اضافه اون کسری مناطق محروم مرزی آب و هوا میکنن و بعد یک خدمت درستی، بعد میزان خدمت مشخص میشه که چند روز. حالا اضافه هم که میخوری باز کم میشه از کسریات و این یگان داره خدمت میکنه اضافه میخوری، این کم میشه. اینم در مد نظر باشه. لایک و سابسکرایب کامل نره، من انرژی میدین. دمتون گرم، زنده باشین، خداحافظ. فقط یه نکته چون من اینو اضافه کنم، مناطق امنیتی تشکیل شده از مناطق عملیاتی به اضافه مناطق مرزیه. سازمان نظام وظیفه و ناجا اینا اصلا نمیگه به کدوم مناطق. وقتی به راسته تازه مشخص میشه که مناطق عملیاتی یا مرزی یا مثلا بدال اصلا فرقی نمیکنه. کسریه کلا مناطق محروم و مرزی و عملیاتی و امنیتی و محروم و بعد آب و هوا همش یه مقداره اسمش فرق میکنه. مثلا میگن کسری چه نوعه، توی پرونده‌ات مثلا تو پرونده خدمت میخوره که به علت مناطق محروم یا مناطق مرزی یا امنیتی و عملیاتی اینا کسری داره، تو اون مهمه. درگیر اسمانش خب من گفتم یه تفاوتی داره دیسکریپشن، این توضیح اضافه کردم که بدونید. مناطق مرزی به اضافه مناطق عملیاتی میشه مناطق امنیتی. کسی هم نمیدونه ولی وقتی بری مشخصه تو مناطق مرزی اکثر همه امنیتی، اکثرا کل مناطق مرزی که خدمت میکنه سرباز مناطق امنیتی هم محسوب میشه. پس کسی میگه نگران نباشین. لایک کامنت و سابسکرایب یادتون نره، زنگ بزنید، دمتون گرم، زنده باشید، خداحافظ.